با سلام و درود خدمت دوستای عزیزی که همین لحظه بیننده چنل ماینینگ سی هستن. امروز میخواستم براتون بخش ماین همستر کامبت را کامل معرفی کنم و همچنان یک خوشخبری در مورد تپسوپ که تپسوپ اعلام کرده. خب میایم خوشخبری را براتون میگویم و باید بگویم همستر کامبت وارد فاز 2 شد. خب ما در اینجا در مورد همستر کامبت اناونسمنت شدیم، کمیونیتی اطلاع دهندهش هست. باید بگویم در اینجا گفته امی همستر کامبت نه تنها در بخش تلگرام در بخش کمیونیتی جمع کردنش از دیگه ربات ها پیشی گرفته یا از دیگه بازی های مثل خودش، بلکه در تمام امی صنعت امی کریپتو ای بزرگترین شده و گفته ما خوشحال هستیم که این را برای شما اشتراک میگذاریم. ما تصمیم گرفتیم که توکن های ما را روی تون بلاکچین لانچ کنیم. خب این بود از آگاهی و خوشخبری. از این بیشتر وقت ویدیو رو نمیگیریم، میریم روی آموزش. وارد ربات شدیم. خب امروز آمدیم میخوایم براتون قسمت ماین کامل توضیح بدم. قسمت و باید بگویم اینجا دایلی کامبوکی هستم. از شما روزانه 3 کارت میخواد که 3 کارت پیدا کنین و ما لینک تلگرام ما میگذارم. هر روز که کارت ها میایه ما در اونجا میگذارم. خب میریم طریقه به دست آوردن کارت ها را براتون آموزش بدم و باید بگویم که امروز کدام کارت ها هست، باید ما او را پیدا کنیم. به خاطر از این میایم ما در اکانت اصلی می کارت ها را پیدا کردیم، روی چینل تلگرام گذاشتیم. شما میتونید از قسمت کارت ها را هر روز به دست بیارین. خب کارت ها امروز چی است؟ کارت ها امروز قسمی که میبینین این کارت ها هست. ما باید این کارت ها را پیدا کنیم و کالکتشون کنیم. به خاطر کالکت کردن این کارت ها میایم به خاطر کالکت کردن این کارت ها قسمی که میبینین 3 کارت بود و میتونین 2 کارتش را از اینجا به دست بیارین. خب کارت اول چی است؟ کارت اول ای است، وب3 اکادمی لانچ. خب روی گو اهید بزنیم و قسمی که میبینین من یک کارت به دست آوردم. کارت دوم هم میتونیم از همون طریق از همونجا به دست بیاریم. کارت دوم ما این کارت است، از ما 15,000 میخواه و ما باید حداقل 30,000 داشته باشیم در اکانتمون که بتونیم این کارت رو بگیریم. این کارت ها رو به دست بیاریم تمامشانه در مجموع. خب چون فعلا من سکه کم دارم نمیتونم میره بخرم، ولی شما میتونید از قسمت بیاین 2 کارت به دست بیارین از قسمت اسپیشال و نیو کارت. خب میریم کارت سوم کجا است؟ کارت سوم روی اینجا است. و دوستای عزیز باید بگویم قسمت ما این که هسته مربوط به پروفیت پر هاور ما هسته و ما 4300 در هر ساعت سود میده. به خاطر از اینکه این را بیشتر کنیم باید ما بیاییم از قسمت بعضی از کارت ها را خرید کنیم. خب قسمی که میبینین از این کارت برای ما در هر ساعت 145 سکه سود میده و از این کارت 145 سکه دیگه همه قسم ادامه پیدا میکنه. قسمی که میبینین بعضی از کارت ها هم قفل است. خب به خاطر باز کردن از قفلی کارت ها ما چی میکنیم؟ خب از ما بعضی از شرایط خواسته. قسمی که میبینین همستر بوک گفته لیول 5 کنیم. خب همستر بوک کجا است؟ همستر بوک اینجا است. قسمی که میبینین اگر ما این همستر بوک لیول 5 کنم برای ما این کارت باز میشه. خب میریم طریق شیارتان میتون این کارت لیول 5 میکنیم. بله دیدین دوستای عزیز قسمی که میبینین این کارت برای ما باز کرد و من میتونم میره خرید کنم. خب با کارت سوم ما چه قسم به دست میاریم؟ اینجا گفته مارکتینگتون لیول 2 کنین. خب مارکتینگ کجا است؟ مارکتینگ اینجا است. خب به خاطر از اینکه او کارت برای ما باز کنه میایم مارکتینگ لیول 2 میکنیم. قسمی که میبینین اینجا برای ما مارکتینگ لیول 2 که کردم این کارت برای ما باز شد. خب این کارت خرید میزنیم.
بله دوستان عزیز میبینین کارت دوم ما باز کردیم. خب با خاطر کارت سوم ما باز کنم بیشتر هم گفتم براتان در این قسمت دو کارت امروز بر ما در این قسمت است که در این قسمت آمده و هر روز کارت ها متفاوت است و کارت ها را در چینل تلگرام هم میگذارم و شما کافی است که وارد چینل شوین و هر روز از طریق چینل تلگرام هم میتونین این کارت ها را به دست بیارین و بفهمین کدام کارت ها در کدام روز براتان آمده. خب از این قسمت بعد من 15000 خواستم و قسمی که میبینید 15000 سکه ندارم. اگر 15000 بکنم میتونم میره آپگرید بزنم یا این کارت به دست بیارم. وقتی این کارت به دست آوردم این کارت بر من باز میشه و بر من در هر روز 5 میلیون میتونم از این طریق به دست بیارم و از این طریق میتونم پروفیت ما یا همون سود ما در هر ساعت اضافه کنم یا زیاد کنم. و باید بگویم این را چه داره، شما باید روی کارت های پیسه پولتان مصرف کنین که بیشترین سود برای شما میدن. مثلا این کارتی که هست از من 1000 میخواه، برای من 80 سکه در هر ساعت برای من اضافه شده میره. خب ما اینجا میم خب حساب کتاب میکنیم، اینجا میبینیم که چقدر در چی مدت پس دوباره 1100 ما را میده. خب قسمی که میبینین اینجا از ما بر ما 86 میده و ما در مدت 12 ساعت میتونم پس 1000 به دست بیارم و همه قسم حساب کتاب میکنیم. ما اگر در 12 ساعت به دست بیارم باقی ماندهش که هست در دیگه ساعت ها که من به دست میارم همگیش بر ما سود است، یعنی سود بیشتر میده. همه قسم بیاین روی کارت های دیگه و کارت های دیگر هم باز کنین و همه قسم سرمایه گذاری کنین. و باید بگویم خب دوستای عزیز زیاد سرمایه‌تون روی از این کارت ها نمانین، حداقل ایره 500,000 کنین یا هم 300,000 هم کنین مشکل نداره و در هر 3 ساعت میتونین بیاین وارد شوین و سودتون استخراج کنین. خب یک مشکل دیگه هم که داره این سودی را که برای ما میده فقط در مدت 3 ساعت است. ما باید حداقل در هر 3 ساعت یک بار وارد شویم و ایره ماین کنیم که تا دوباره 3 ساعت بعد دیگه برای ما دوباره ماین کنه. و آموزش 0 تا 100 همستر کامبت را در کانال مانده و همه قسم در دیسکریپشن همه ویدیو شما میتونید وارد کانالم شوین و او ویدیو را ببینین یا از طریق لینک دیسکریپشن شما وارد شوین و آموزش های بیشترش ببینین و یاد بگیرین. لایک و سابسکرایب یادتان نره و حتما زنگوله را فشار بتین. خوبی بود ویدیو ما، تا یک ویدیو دیگه. الله حافظ.